بسم الله الرحمن الرحیم. جوش لوله های پلیپروپیلن یا PPP، مخففش میشه PPP. بله. پلیپروپیلن، لوله های سفید، لوله های تکلایه. مثلا جوش لوله های 5 لایه رو داریم و تکلایه رو داریم که 25. جوش اجازه ای که داخل قالب اولا که قالب اتو باید تمدونش مرتب باشه که گوش نشسته بهش میشه توله. باید تمدون مرتب مقداری که میره داخل، یا اگر زیاد مهارت ندارید یا باید خط بزنید یا اینکه تقریبی داشته باشید. لوله رو به مقدار لازم فشار میدید داخل دستگاه.